الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کردند که آیا طرف قبله پایت را دراز بکنی گناهگاری است؟ بارک الله فیکم. البته هر کسی که مشاعر الله را بزرگ میشمارد این از تقوای قلب است. چخیلی که الله میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که شعائر یعنی بزرگترین نشانه های الله را در این دنیا احترام میکند، داند که این از پرهیزگاری قلب است، از تقوای قلب است. بارک الله فیکم. پس برای همین ما چیز میگوییم، پا دراز کردن به سوی قبله در حقیقت اگر به یگان قصد و به یگان غرض و به یگان به احترامی باشد، عادی باشد، باکی ندارد، جایز است، مشکلی ندارد. اما پای را مخصوص به طرف قبله کسی دراز بکند و مقصدش بگوید که کعبه نا احترام است، به خاطر همین من پایم را به سوی کعبه دراز میکنم، کعبه را احترام نمیکنم، کعبه در زیر پای من است، این چون نقد دارد، این کفر است و انسان را کافر میکند. کسی که پایش را به خاطر تحقیر کردن خانه کعبه دراز میکرد، این کفر است. اما کسی که عادی مثل یک چیز عادی من شما مسلمان ها دراز میکنیم، این باکی نیست و مشکلی ندارد. بارک الله فیکم.